آشتی نریم، دعوا نمیکنیم که بخوام آشتی بکنیم. کف خیابون بکشه تیزی بکشیم، دعوا کنیم. اینترنت هم ولش کن، فیلم میگیری تو خیابون پشتتون رو نگاه کنیم. منتظرم آینده دیگه چی داره واسم، چیزی که میگم نه بقیه میگن آره با سرم لا فکر گمه، بدنم لا لباسم، با همه رو کرو راستم و همه قناسم. نصف آرتیستا دیگه متنفرن ازم، چون من به دست نمیام و اونا دم دستن. بیا ببین برا فیت با من چه صفی بستن، میاد پول برام حتی نخاره کف دستن. فرق ما با تو اینه ماها واقعی بودیم، معلوم رپ نوشتی یا فیلم نام بالیوودی. یه جوری میچپونم دهن تو تیمی باز تیمم بذاری ترکست ساکسیفونی. موندیم تو بازی ندیم به شما کونیارا، ببینم تو باز بری دین هوگونیارا. مونده تا جهانی شه رپ ما با چاقالا، ولی من بخوام میدم ما که تمسونی بالا. دستم قلق کارو نیست تو لول ما تو، میزنم رقم آلبوم تو روی دقیقه کارو. پوری نور الدا نور گرفته هول و ولاتون، قافیم قدیمیه ولی باز میریزه پراتون. تو محل ما میزنه آجیر مامورا جیغ، تو محل ما میخوره دور کله ها تیغ. با قیافه پر میشه نه با غم لاتیت، بیا ببین میخورن قسم رو سراج. تو محل ما میزنه آجیر مامورا جیغ، تو محل ما میخوره دور کله ها تیغ. با قیافه پر میشه نه با غم لاتیت، که اگه به اونم باشه باز مجزا جیت. همون نقره کلی پیدا داری تراتل نمو همین نقره تک دهنه قویه. الان دیگه کسی رو نداریم. خب اوکی، حالا اندازه بنز ما چیزی دارید؟ خب بنز میگه آقا با شب خوابه بنز تلیفو میدم لوک تو به سندی باکینی، مهم نی از کجا اومدی کجا ساکنی. اصایت باز به ترسی وقتی داری را میری، رو ما بگیری بالا نمیای به گا میری. یه نگاه بندار خو نمره رشت پلاک، یه بیت میگم رو سوبری رو شیوا 80 دراک. تو محل ما میزنه آجیر مامورا جیغ، تو محل ما میخوره دو کله ها تیغ. با قیافه پر میشه نه با غم لاتیت، بیا ببین میخورن قسم رو سراج. تو محل ما میزنه آجیر مامورا جیغ، تو محل ما میخوره دو کله ها تیغ. با قیافه پر میشه نه با غم لاتیت، که اگه به اونم باشه باز مجزا جیت. بود داریم اینجا با هم دیگه، اصلا هر جا خواست تست کنیم با هم دیگه. چی؟ مگه دوستانه بگازیم با هم؟ مگه من اصلا صحبتی کردم؟ از جنجالی مثلا دارم میخواد بگازیم آقا دوستانه بگازیم. زدی من راننده، شما ساق ماشین، منم ساق ماشینه بنز داره میگه آقا میگازی. آقا نه زدیم، من دارم میگم آقا میگازی، ما میگیم خیلی خوب پس اون شد فیلمتون هم اگه گرفتیم بچه. پس اگه این وسط بحثی پیش بیاد دیگه اون موقع داشت همه چی غیر دوستانه میشه. الان همه چی دوستانه.